که از فعالیت موندن 29 عدد است و این کارخانه‌ای که از فعالیت باز موندن. این درجه شما هست؟ نه، این زیاده از 2 سال فعالیت نکردن این کارخانه باز مونده همچون اعتراف کرده شد. البته کارخانه چی باشه؟ کارخانه کلان هم البته کارخانه‌ای که باز موندن در حالتی فعالیت کردنشون ما با ثبوت‌ها فرا گرفتیم. نگی گفتن نمی‌تونیم خدای چه کارخانه صنعتی هم بود. اکثر کارخانه صنعتی هم که از فعالیت باز موندن. یک از طرف اول خدمات بود. کار نمی‌کنه. تو خدمات برهم در حالتی برهم بودن. در حالتی کارخانه میتونن سمتش رو دیگر بودن. یا میتونن از ساحه صنعت و ساحه سودا و ساحه خدمت رسانی بگذرن. در این حالت ما میتوانیم که شکل‌های ثبوتی که در برنامه کارهای مالی تصدیق شده است و آنها فرا گرفته میشود و این ثبوت‌ها وارد کرده میشود.